سلام و درود به ستونای اصلی. حالتون چطوره عشقا؟ خیلی خوش اومدید به این ویدیو. قبل از هر چیزی یه تشکر بکنم ازتون بابت کامنت های قشنگی که تو ویدیو قبلی گذاشتید. کلی انرژی و انگیزه دادید، دمتون گرمه، واقعا چش منی. موضوع این ویدیو قرار بود که آموزش موومنت باشه، ولی چون لایک های ویدیو قبلی به 200 نرسید نشد که آموزش موومنت بذارم براتون. اونایی که ویدیو هاد رو نگاه کردید، یعنی همون ویدیو قبلی، یادتونه که بهتون گفتم اگه لایک های ویدیو به 200 برسه یه موومنت خفن بهتون آموزش میدم. الانم لایک ها به 200 نرسیده، به خاطر همین نتونستم آموزش موومنت بذارم براتون، ولی به جاش میخوام یه چیز خفن تر بهتون بگم و برم. موومنت هم بهتون توی ویدیو آموزش میدم، اصلا نگران نباشید. حالا این چیزی که میخوام بهتون بگم و آموزشش رو براتون بذارم چی هست. اول ویدیو رو که دیدید، یه گیم پلی گذاشتم براتون، رنگ و نورش رو دیدید چطور بود، دیدید چقدر با کیفیت بود. این نوع ادیتا رو بهش میگن ادیت نمایشی، خیلی ادیت خفنیه. مطمئنم این نوع ادیت رو تو اینستا زیاد دیدید، خودم هم ویدیوهای زیادی با این سبک ادیت گذاشتم، ولی تا حالا کسی رو ندیدم که آموزش این سبک ادیت رو گذاشته باشه. خودم میخوام این ادیت رو بهتون یاد بدم، ولی نه توی این ویدیو. حالا چرا توی این ویدیو آموزش نمیدم؟ ببینید، من اول باید ببینم شما میخواید همچین ادیتی رو یاد بگیرید یا نه. چیزی که الان ازتون میخوام اینه که اگه میخواید این ادیت رو بهتون آموزش بدم، تو کامنت ها بهم بگید آموزش بده. اگر درخواست زیاد باشه، من 100% آموزش این ادیت رو براتون میذارم که تو ویدیوهاتون استفاده کنید تا ویدیوهاتون جذاب‌تر بشه. اونایی هم که تو یوتیوب یا اینستا فعالیت میکنن بتونن ویو پستاشون رو چند درصد هم که شده ببرن بالا. فقط چشای من کانال رو حتما ساب بزنید، چون که قرار کلی ویدیو خفن درست کنم براتون، مثل تنظیمات سنس و بیسیک، آموزش ادیت با موبایل و کلی گیم پلی خفن نمایشی با ادیت‌های قشنگ. ستونای دل، چند دقیقه گیم پلی خفن با این ادیتی که بهتون گفتم براتون آماده کردم. حتما ویدیو رو تا آخر ببینید، اصلا از دستش ندید. گیم پلیش رو از اوپن لابی گرفتم، همه انمیا سطح بازیشون تقریبا بالا. راستی عشقای من، تو این ویدیویی هم که عکسش رو بالا دارید میبینید، هادمو براتون گذاشتم با کلی نکته راجبش. این ویدیو که تموم شد، اگه دوست داشتید میتونید برید اون ویدیو رو هم از داخل چنل نگاه کنید. کم کم هم بریم با همین گیم پلی که براتون آماده کردم و ببینید. فقط قبلش خیلی خوشحال میشم که لایک ویدیو رو بزنید و یه کامنت انگلیسی بذارید که لایکتون نپره. در آخرم چنل رو ساب بزنید، اینجوری هم از منی که تازه فعالیت رو شروع کردم حمایت میشه، هم از محتوای سالم. یه دونه اتچمنت که من براتون تو ویدیو گذاشتم، دوست داشتید استفاده کنید، موومنت خوبی بهتون میده و بیشتر مواقع هم سر دوشات میندازه. هر اتچمنت دیگه هم که خواستید بگید بهم، میذارم واسهتون. عشقای من فقط یادتون نره اینم بگید بهم که آموزش ادیت رو میخواید یا نه. حتما تو کامنت ها بگید بهم. حالا بریم گیم پلی رو با هم ببینیم. ستونا، فقط واسه حمایت از منم که شده ویدیو رو تا آخر نگاه کنید و کانال رو ساب بزنید که به 700 تا سابمون برسیم. من دیگه حرفی نمیزنم، عشق منید. فعلا خداحافظ. من خودم گان نکشتم، ولی گان رو نکشتم. بابا مگه علکی رو فرستی رسا نمیره هیچی. Benim hocam da Io tanto una cosa. Buono è.
بیا شما بگو ندارم داشت اسم ندارم Vamos a empezar un cortiane. Vamos a empezar. Eso me comamos. Penosa, داداش penosa. قلب منی داداش گانا گفت یار گانا باور نداره 118 باور نداره تو رضا نیستی؟ تو رضا نیستی؟ آها که پاتم داشت رضا مرام و معرفت لوتی رضا باید ناموسن یکی داره میاد اما خدا یکی داره میاد